الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که امروزها تکنولوژی تا آن درجه پیش رفته است که زنی که حامله است در شکمش کودک دارد، همین کودک در درون شکم مادر بوده را میگویند که این پسرچه است یا دخترچه بودنش را به من شما خبر میدهند. آیا همین درست است یا ممکن است یا نه؟ بارک الله فیکم. البته حدیث صحیح آمده است، چیزی که در 49 هم است، والله علم روایت امام مسلم بود. حدیث 100% صحیح است که الله سبحانه و تعالی میگوید که 40 يوم نطفه ثم يكون مثل ذلك علقه ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح. یعنی نطفه مرد در درون زن اول 40 روز در حالت نطفه باقی میماند. بعد از 40 روز گذشتن 40 روز دیگر علقه می شد. بعد از این 40 روز دیگر مضغه می شود، یعنی مرحله ها. و بعد از این به همین کودکی که در درون مادرش هست روح دمیده می شود. روح برای جنینی که در کودک مادرش هست در چندم روز دمیده می شود؟ در بعد از 120 روز. یعنی 40 روز نطفه، 40 روز علقه، 40 روز مضغه، 120 روز. 120 روز را به ماه اگر گردانیم می شود 4 ماه. پس تا 4 ماه هر اوزیه که، هر سنجشی که می سنجد و می بیند و می گوید که در درون زن دختر است یا پسر است، این دروغ است و هیچ حقیقت ندارد و این مخالف غیبیات است. چرا که این کودک در درون مادر حالا روح ندیده است، حالا روح به این کودک ندمیده است. وقتی که روح ندمیده است حقیقت این کودک معین نیست. اما بعد از 4 ماه، اگر بعد از 4 ماهی که این کودک در درون مادر است، این جنین میگن، جنینی که در درون مادر است 4 ماه شد، بعد از 4 ماه، مثلا بعد از 4 ماه و 5 روز 10 روز بعد از 120 روزگی این کودکی که در درون مادر است، اگر دکتر ببیند با این تکنولوژی حاضر زمان بگوید که این مرد است یا زن است، البته جایز است، ممکن است و در این حالت مخالفت به شریعت ندارد، زیرا که در حقیقت بعد از 120 روز به این جنینی که در درون مادر است روح میدمد و وقتی که روح دمید فهمیده می شود که این چی است به تکنولوژی حاضر زمان. اما این هم انیق نیست. ما 100% گفته نمیتونیم که این درست گفت یا که گفته همون می شود، چرا که الله سبحانه و تعالی خودش عالم است و عالم است و اونجا درون مادر این علم غیب است که من شما نمیفهمیم. می شود که بعضی انسان های ما دیدیم که دختر گفته از پسر تال شد، پسر گفته از دختر تال شد، اما تقریبا 60% 50% به شما خبر دادنش ممکن است. بارک الله فیکم. اما این خبر برای مسلمان نیست. این رو باید دانیم در آخر که مرد مسلمان و زن مسلمان نباید به این عملها مشغول باشد. برای من شما هم دختر هم پسر این نعمت از جانب الله است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان خبر میدهد به کسی که من خواستم دختر میدیم. اول سخن رو از دختر سر میشد. اناثا یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. و به کسی که خواست پسر میدهد و به کسی که خواست هر دوش رو میدهد و کسی رو که خواست و یجعل ما یشاء عقیما، کسی رو که خواست بی فرزند اصلا میگذارد. و این مشرکان قریشی ها بودند که وقتی که نام دختر رو میشنیدند رنگشون سیاه میشد. و اذا بشر للانثى او بالانثى، چخیلی که الله قصه میکند وقتی که مشرکان رو به زن بشارت داده میشد، یعنی میگفته میشد که زنی تو دخترچه تولد کرده است، میگفت اسودت وجهه، رویش سیاه میشد، از غضب و از ناراضگی سیاه میشد. سبحان الله. البته این صفت کافران است، صفت منافقان است، صفت مشرکان است. اهل سنت و الجماعت، موحدین، کسانی که در همین اسلام هستند، به اونها فرق ندارد که دختر است یا پسر است. باید به الله سبحانه و تعالی شکر بکنند در هر